شما امروز داری بیداری اسلامی رو میبینی؟ حالا 4 نفر عقلش نمیرسه ولش کن تو رو خدا، خواهی بسش ثابت کنی که این نهضت جهانی بیداری اسلامی یا نه، ولش کن. آدم یه حرفایی میشنوه اصلا میخواد داد بزنه، داد نزنه، میگه وای چی نگی زشتی. یا برای من امروز پیام اومده، چه میدونم خبرگزاری ما رو دفتر ریاست جمهوری که بله آقا ایشون توی چیز مصاحبه کرده، عرضم به حضورتون که مصاحبه کرده با اینا که ما فقط کافی امریکا یه قدم مثبت برداره ما کمک میکنیم رابطه برقرار بشه. آقای با کی حرف زده؟ امریکا که یه قدم که سله آیا احمدی نژاد، اینا امریکا اگه انقدر قدم برداره که قدمش بشکنه بیچاره بشه، ما تا انتقام اتهام و تهمت به پیغمبر ازش نگیریم مگه حاضریم باش معامله کنیم و رابطه برقرار کنیم؟ اصلا همه خونه‌های خودمون هیچی، اصلا 8 سال دفاع مقدس هیچی. گوشت نشنید آقا اون روز تو مشهد فرمود مگه ملت ایران از خون شهداش میگذره؟ کی گفته اگه یه قدم مثبت برداره ما حاضریم رابطه برقرار کنیم؟ تو از طرف کی حرف میزنی؟ البته حرف اثری نداره ولی خب خیلی آبرومون نبر دیگه. ایران این است. نه آقا ایران این نیست. البته اونا هم میفهمن، میدونن ایران کیه. ایران یه نفره. ایران همون یه نفریه که 50 میلیون 40 میلیون تو نهده‌ای باهاش بیعت خونی بستن. ایران حرف ایرانو میخوان بشنون از آقا از امام میشنون. تو اوج این که تمام کشورهای اسلامی با بغض و کینه و نفرت و غضب دارن امریکا رو له و لبرده میکنن، هی با این مصاحبه میکنه، با اون مصاحبه میکنه، با این مصاحبه میکنه، ما حاضریم رابطه‌مون برقرار کنیم، ما حاضریم چیکار کنیم، ما حاضریم. بابا ولمون کن تو راست عباس. کی گفته؟ کجا؟ اگه بگی آقا اینا حرفای دیپلماسیه، بابا بعضی از بچه حزب اللهیا میگن ما جدی نگیریم، میره اونجا اینجوری میگه حرف دیپلماسیه. صبر کن، اگه حرف دیپلماسیه مقام معظم رهبری فرمود دیپلماسی تو این سال‌ها، همین 2 سال پیش فرمود شما فقط وظیفه دارید یک سیاست رو براش کار کنید، اون هم سیاست تعاملی ضد نظام سلطه. اینکه ما حاضریم همه مشکلاتمون رو حل کنیم و بشم فقط تو یه قدم مثبت برداریم ما دیگه قصه رو چی میکنیم و فلان میکنیم، رابطمون رو درست میکنیم و فلان. آخه این چه حرفیه؟ اگه سایت ریاست جمهوری برای من پیامک نکرده بود من باور نمیکردم والا به خدا. چه حرفیه؟ تو به امریکا بری، تو امریکا بگی این قطع رابطه ما با امریکا هم به ضرر ماست هم به ضرر شما. آقا تو را حضرت عباس قطع رابطه ما به امریکا به ضرر ماست؟ بریم جمع کنیم حرفای حضرت امامو، بریم جمع کنیم حرفای مقام معظم رهبری، تو سنداشو برداریم حذف کنیم، یه وقت جوونا نرم بخونن. ما چه ضرری میکنیم در قطع رابطه با امریکا؟ چه ضرری؟ آقا چه حرفیه؟ ایران از نظرات خودتو بگو مرد خدا. این نمیخوره. این با اللهم عجل ولیک فرج واجعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته و من المستشهدین بین یدیه خود نمیخوره. بابا کافر حربی تمام عالم به خاطر اهانت به پیغمبر. دید چی گفت؟ کلینتون وزیر خارجش با اوباما با هم وایساده بودن کنار هم دیگه، تو بحث تبلیغاتیش داشت تلویزیون پخش میکرد. چی گفت؟ این همه ملت دارن خودشون تیکه پاره میکنن، ای امریکا هم ننگت باد، ای چه چرا به پیغمبر اهانت کردی؟ بگش چی گفت؟ هم اوباما گفت هم کلینتون گفت برای ما هیچ مسئله‌ای اهمیت نداره، فقط مسئله‌ای که برای ما مهمه اینه که اتباعمون سالم باشن. آهای کشورها مواظب باشید ملت نریزن. این اهانت بدترین اهانت ممکنه دیپلماسیه.
یعنی ما این ملت 1 میلیارد مسلمونی که داره داد میزنه که مسلمون ها نیستن. الان یهودی ها هم دارن داد میزنن، مسیحی ها هم دارن داد میزنن. یعنی ما اصلا شما رو آدم هم حساب نمی کنیم. من برگردم بگم که بیاید ما به ضررمونه با شما ارتباط داریم، بیایم کاری بکنیم درست کنیم قصه رو. به خدا آید کجای این فرهنگ قرآن شما اینو میبینی؟ بیا سوره مائده: انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب عظیم. به خدا رو خود قرآن دارم میخونم، آیه 33-34 مائده، برید بخونید. میفرماد انما یعنی چی؟ یعنی این از تو جز این نیست. این از اون احکام خداییه که هیچ وقت عوض نمیشه. چی خدا چی میخوای بگی؟ انما جزاء الذین، جزای اونایی که به جنگ با خدا و رسول خدا بلند میشن و فساد در زمین ایجاد میکنن. آقا یحاربون الله، مگه آقا نگفت امریکا کافر حربیه؟ بابا ما تقلید از آقا میکنیم یا نمیکنیم؟ ما این آقا رو فقیه قبول داریم یا نداریم؟ کدوم یکی از مراجع این حرف رو رد کردن؟ این کافر حربی هست یا نیست؟ پس چی میگیم ما سرباز ولایت هستیم؟ کدوم ولایت رو داری میگی؟ این ولایت که یک قدم از قرآن کنار نیومده. بعدم صبر کن ببینم پیغمبر اکرم آقا خوندم واسه تون روایاتشون، دفعه پیش خوندم دیگه نخونم. پیغمبر اکرم فرمود از طرف خدا فرموده من اهان ولی من اولیایی، اگر کسی به ولیی از اولیاء من اهانت کنه ارصد لمحاربتی، این آدم اومده به محاربه من، به جنگ من. بعد ولی چیه برادر من؟ پیغمبر خاتم رو اهانت کرده. این جنگ با خدا نیست، بابا چیه؟ کسی که به جنگ با خدا اومده جزاش چیه؟ انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا، تلاششون اینه که فساد تو دنیا ایجاد کنن. مگه اینکه بگیم که امریکا اینجوری نیست؟ نه، امریکا نمیخواد زمین رو پر فساد کنه. مگه اینکه اینو بگیم اون موقع که دانمارک 14 تا تصویر کشید آمریکا توش هیچ کاره بود؟ تو تخریب حرم ائمه سامره آمریکا هیچ کاره بود؟ تو زدن قرآن آتیش زدن توی آمریکا هیچ کاره؟ مگه اینو بگی؟ میفرماد خب جزایش چیه تو این دنیا؟ ان یقتلوا، باید بکشتشون، او یصلبوا، دست راست و پای چپ، دست چپ و پای راست، زبدری دست و پاشون رو قطع کنه. خدا یه ذره را نمیاد با کسی که اهانت کنه به پیغمبر. میگه دستش شد پاشو قطع کن. اگر نکشتی، اگر حالا اینجوری دست و پاشو قطع نکردی چیکار کن؟ اینا رو میگه بینداز تو بیابونا، از شهر و دیار بیرونشون کن، برن گورشون گم کنن. بعد میفرما ذالک لهم خزی فی الدنیا، این تازه بدبختیه کسی که اهانت کرده به پیغمبر تو دنیاست. و لهم فی الاخرة عذاب عظیم. این قرآن عزیز من، این قرآنه. اصلا رهبرم نداریم، اصلا امامم نداریم، اصلا خود شهدا هم نیست، اصلا هیچ کدوم اینا تو وصیت‌نامه هاشون ننوشتن تا ریشه امریکا رو خوش نکنیم نمیشینیم اتفاق. اصلا این حرفا نیست. همه اینا خواب، همه اینا افسانه. آیه قرآن رو چیکار میکنی؟